اما با توجه به شرایطی که در اون به سر میبریم، آیا امکان برقراری توازن بین نهاد قدرت و مخالفان وجود داره؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی داشته باشیم به وضعیت پایداری رژیم و موقعیتی که در اون به سر میبره. واقعیت‌های موجود نشون میده که رژیم فقاهتی حاکم به شدت دچار بحران مشروعیت شده و پایه‌های مشروعیت بخشیش نیز فرو ریخته. از دیدگاه جامعه شناختی، عوامل مشروعیت بخشی هر حاکمیتی رو معمولاً وجود حداقل یکی از سگانه‌های مشروعیت فردی یا کاریزماتیک، مشروعیت سنتی یا ایدئولوژیک و مشروعیت قراردادی یا ساختاری میدونن. با مرگ آقای خمینی مشروعیت کاریزماتیک و فردی رژیم پایان گرفت و خیلی سخت میلیمتری باید تنظیم کرد. مشروعیت فردیش رو از دست داد و آقای خامنه‌ای به هیچ عنوان نتونست چنین نقشی رو برای رژیم بازسازی بکنه. اما تجربه بیش از 3 دهه حاکمیت رژیم فقاهتی سبب شده که اولا به دلیل مشکلات و مسائلی که این حاکمیت بر مردم تحمیل کرده و ثانیاً به دلیل عدم تواناییش در پاسخگویی به نیازهای جامعه، مشروعیت حکومت دینی به شدت به چالش کشیده بشه. علاوه بر اون تغییر ساختار فکری فرهنگی جامعه و گذار از پارادایم تکلیف مداری به دوران حق طلبی، رویگردانی بخش بزرگی از مردم از دخالت دین در مدیریت جامعه، همچنین شکلگیری طبقه متوسط بزرگ خواهان حقوق شهروندی و برپایی جامعه مدنی سبب کاهش شدید مشروعیت ایدئولوژیک رژیم حاکم شد. و اما مشروعیت ساختاری، رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که از ابتدا بر مبنای ساختاری متناقض بنا شده. از یک سو تلاش تا دولت مدرن شبه دموکرات باشه و از سوی دیگر امارت اسلامی. چنین موجود متناقضی امکان حیات متعادل رو نداشت. به همین دلیل که شاهد بودیم چگونه از ادعای جمهوری مثل جمهوری فرانسه به سرعت و با ایجاد محدودیت‌های شدید حلقه رقابت رو تنگتر و تنگتر ساخت، تا جایی که امروز با طرح حذف نظام ریاستی و نیز نظارت دائم بر به اصطلاح نمایندگان مجلس در پی تعطیلی هر شکلی از رقابته. اما کودتای انتخاباتی 22 خرداد و سرکوب اعتراضات میلیونی مردم به این تقلب آشکار به واقع به معنای پایان مقبولیت ساختار موجود در جامعه و فسخ قرارداد دولت ملت توسط خود حاکمیت بود. منظور از قرارداد دولت ملت که واقع همون قانون اساسیه. چرا که از یک سو رژیم نشون داده بود که هیچ پایبندی به هیچ قراردادی مابین ملت و نهاد قدرت نداره و از سوی دیگه مردم با اعتراضات خود نشون داده بودند که دیگر این سیستم رو نمیپذیرند. خلاصه اون که رژیم به شدت دچار بحران مشروعیت شده و امکانی هم برای بازسازی این مشروعیت براش باقی نمونده و همون گونه که شاهد هستیم شکاف بین ملت و دولت به شدت عمیق شده و هر روز نیز بر عمق این اضافه میشه. یکی از نمودهای این بی‌تفاوتی شدید اجتماعی که در کشور شاهدش هستیم و مهمترین مسائلی که رخ میده سبب انگیزش هیچ عکس‌العمل خاصی نمیشه. راهکار رژیم برای خروج از این بحران و نیز بحران‌های بین‌المللی برگزیدن دو شیوه اقتدارگرایی مطلق و رفتن به سوی دولت پادگانی بوده. داخل پرانتز عرض کنم دوباره که حذف انتخابات ریاست جمهوری و تبدیل شدن به نظام به اصطلاح پارلمانی در راستای برقراری دیکتاتوری نظامی صورت میگیره تا همه قوا کاملا در اختیار فرمانده کل قوا قرار گرفته و منتصبین گوش به فرمان تحت عنوان نماینده تایید کننده اوامر مقام عظما باشند. اما هزینه‌های کلانی که رژیم برای برآوردن خواست‌های ایدئولوژیک و نیز بر پایه اقتدارگرایی مطلق پرداخته و می‌پردازد، حذف‌های صورت گرفته در ساختار مدیریت کشور و کنار گذاشتن نیروهای توانمند، همچنین تسلط نیروهای بی‌صلاحیت محافظه‌کار اقتدارگرا و تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی سبب شده تا توان رژیم در پاسخگویی به بسیاری از مسئولیت‌هایش در اداره جامعه شدیداً کاهش یابد و رفته رفته به حاکمیتی فی‌الواقع ناکارآمد تبدیل شود. خلاصاً که رژیم همزمان دچار بحران مشروعیت و بحران کارآمدی شده و البته در عرصه بین‌المللی نیز شدیداً منزوی است.
به گونه‌ای که یا امکان تامین بسیاری از مایحتاج خود را ندارد و یا در صورت پیدا کردن روزنه‌ای برای تامین این مایحتاج مجبور به پرداخت هزینه‌های کلان چند برابری است. آنچه سبب برپا ماندن رژیم شده است تنها و تنها خشونت است و همچنین درآمد بالای نفت به دلایل پیش گفته منبع مالی به شدت در حال تضعیف است. این چنین شرایطی به معنای ایجاد ناپایداری شدید رژیم است. آنچه مسلم است این وضعیت ناپایداری امکان تداوم طولانی مدت را ندارد، اما اینکه چه سرانجامی برای این بحران شدید متصور است میتوان احتمالات مختلفی را برشمرد. این احتمالات عبارتند از تثبیت دولت پادگانی و استقرار کامل اقتدارگرایی، شبه دموکراسی دینی اصلاح طلبان، تلاش برای فروپاشی کامل حاکمیت همراه با هرج و مرج شدید و جنگ داخلی و تجزیه کشور و یا گذار موفقیت آمیز به دموکراسی. با وجود ناپایداری شدیدی که حاکمیت ولایی بدان گرفتار است، ایجاد یک اجماع بزرگ که در آن غالب نیروهای سیاسی و کنشگران اجتماعی حول یک شعار واحد بتوانند سبب راه اندازی یک جنبش بزرگ اجتماعی سیاسی شوند، شرایط را به شدت بر علیه اقتدارگرایی رژیم پیش خواهد برد. البته بدیهی است که حاکمان تنها زمانی ممکن است حاضر به تمکین از خواست ملت شوند که در آستانه فروپاشی قرار گرفته باشند. جنبش بزرگ اجتماعی شکل گرفته حول یک اجماع بزرگ بر سر شعار واحد رژیم ناپایدار را به سمت فروپاشی و یا تمکین از خواست ملت پیش خواهد برد. البته همینجا ضروری است که متذکر شوم پارامترهای دخیل در ایجاد و گسترش و پیروزی یک جنبش اجتماعی به تمامی تحت کنترل و تأثیر مخالفان نیست. ما فقط میتونیم تلاش کنیم تا با مهیاسازی برخی شرایط به تقویت و پیشبرد و حیات دوباره جنبش آزادیخواهی موجود در جامعه یاری برسانیم. از جمله پارامترهای ضروری برای گسترش و پیروزی یک جنبش اجتماعی سیاسی اجماع بزرگ بر سر شعار واحد است. اما دلایل متعدد و گوناگونی وجود دارد که نشان می‌دهد در حال حاضر و با توجه به جمیع شرایط حاکم بر ایران، شعار و مطالبه انتخابات آزاد موفق‌ترین شعاری است که توافق بر سر آن می‌تواند ما را در گذار موفقیت آمیز به دموکراسی یاری رساند. از جمله دلایل می‌توان دلایل زیر نام برد. اول اینکه در 3 دهه اخیر شاهد بودیم که انتخابات آزاد راهکار بسیار موفقی در گذار به دموکراسی در بسیاری از کشورها بوده. نمونه‌های مانند اروپای شرقی به ویژه لهستان، نمونه‌های مانند آمریکای لاتین شیلی، نمونه‌های حتی در این اواخر در به اصطلاح بهار عربی تونس، نمونه‌های موفقی هستند که از انتخابات آزاد در این زمینه میشه نام برد. اما راهکارهای جنگ و انقلاب هر دوها الان در این 3 دهه اخیر شکست رو نشون دادن. افغانستان، عراق، جمهوری اسلامی ایران، تمام اینها رو که بررسی کنیم راهکارهایی هستند که از طریق انقلاب و جمهوری و جنگ خواستند که تغییر رو ایجاد بکنند. دومی که در راهکار انتخابات آزاد نه تنها مخالفان رژیم بلکه بخشی از حاکمیت نیز در گذار به دموکراسی شرکت می‌کنند. همچنین سازمان‌ها و نهادهای موجود در حاکمیت فعلی در این گذار به کار گرفته می‌شود و تنها بخش‌هایی از نهاد قدرت تعطیل می‌شوند که عامل سرکوب آزادی‌ها و برقراری استبداد بودند. اما دیگر بخش‌های کشورداری همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. چنین امری سبب می‌شود تا از گرفتاری جامعه در سردرگمی و تب انقلابیگری و هرج و مرج ناشی از انحلال نهادهای مدیریتی، انتظامی و امنیتی کشور و گسترش ناامنی و جو انتقام‌جویی و امثالهم که می‌توانند زمینه ساز رویکرد دوباره بخش بزرگی از جامعه به نظامی اقتدارگرا و استبدادی و شکست دموکراسی شوند یا می‌توانند جامعه را و کشور را به سوی تجزیه پیش ببرند جلوگیری کرده و سبب گذار به دور از التهاب شدید جامعه به پارادایم جدید یعنی دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر شود. 3. در عین حال از آنجا که در این گذار قرار نیست همه حاکمیت حذف شود، بخش‌های بزرگ از دستگاه حاکم انگیزه مقاومت در برابر اراده عمومی را از دست داده و در این گذار به ملت خواهد پیوست. خلاصه آنکه سبب ریزش بزرگی از نیروهای هوادار حاکمیت و پیوستن آنها به جنبش دموکراسی خواهد شد و مقاومت رژیم را به شدت ضربه‌پذیر خواهد کرد.
4. شعار انتخابات آزاد در این حال خواهان آشتی ملی، رفع تبعیض، به رسمیت شناختن تمایزات در اجتماع و خواستهای چنین است که پیش نیازهای ضروری برقراری دموکراسی می باشد. البته دلایل فراوان دیگه میشه در این زمینه نام برد، ولی فکر میکنم همین 4 دلیل و با توجه به معایب راهکارهای دیگه برای این گذار میشوند به ارجحیت شعار انتخابات آزاد و تلاش برای ایجاد جنبشی حول این شعار پی برد. سپاسگزارم از تحملتون. متشکرم آقای